با سلام خدمت کاربران عزیز. در این بخش آموزش روش‌های الحاق فایل به سیستم را خواهیم داشت. شما می توانید این الحاق را در قسمت تفصیلی سایر اشخاص و شرکت‌ها، اسناد حسابداری و قراردادها در سیستم تایمشیت انجام دهید. دو روش برای الحاق فایل به سیستم داریم: روش دیتابیس یا همان پایگاه داده و روش بایگانی یا همان هارد. ابتدا باید این تنظیمات را در سیستم انجام دهید. از قسمت مدیریت سیستم وارد بخش تنظیمات شده و برای روش دیتابیس باید حجم فایل هایی که به دیتابیس الحاق می شوند را محدود کنیم تا دیتابیس بی دلیل حجم نشود. به عنوان مثال در اینجا تعیین کردیم که حجم فایل های الحاقی به دیتابیس بیشتر از 512 کیلوبایت نباشد. و برای روش بایگانی باید مسیر ذخیره اطلاعات را مشخص کنید. برای مثال در بخش سند حسابداری سند شماره 1 را باز می کنیم تا به آن یک سری ضمائم اضافه کنیم. ابتدا باید گروه بندی فایل ها را مشخص کنید که در اینجا یک گروه به نام مدارک پیوسته ایجاد کردیم. شما می توانید گروه های دیگری هم داشته باشید و در هر کدام مدارک مربوطه را اضافه کنید. در روش الحاق به دیتابیس یک فایل با حجم کمتر از 512 کیلوبایت را انتخاب و اضافه می کنیم و در صورت افزودن فایل با حجم بیشتر سیستم به شما پیغام می دهد. در روش الحاق به بایگانی یک فایل با حجم بالا را انتخاب و اضافه می کنید و در همان مسیری که قبلا تعیین کردید ذخیره می شود. و شما می توانید روی فایل دابل کلیک کرده تا فایل نمایش داده شود. و همچنین می توانید از این قسمت فایل ها را اصلاح، حذف و یا مشاهده کنید. با تشکر از توجه شما.